به گل روی ماهتون. من اعتراض دارم. من به شخص اعتراض دارم. به چی اعتراض دارم؟ من به این مسئله اعتراض دارم که چرا شما به ما اینقدر پسرای اینقدر شکاکی. مثال میزنم. بهت میگم بیا بریم خونمون، میخوام یه دونه مرغ دارم که آهنگ میزنه نشونت بدم. بعد گفتم یه مرغ دارم که آهنگ میزنه، میخوام مرغ رو نشونت بدم. چه فکری پیش خودت میکنی؟ اون ذهن کثیفت که الان یه فکری داخلشه چیه؟ اون چه فکر کثیفیه که تو ذهنته؟ واقعیت چیه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله خدای من صبر بده. یا بهت میگم من یه خروس دارم که شلواری میپوشه، زنجیرم میذاره دور گردنش، برای خودش تو خونه میچرخه. باز چه فکری تو ذهنته؟ آقا نکنی این کارو عزیز من، دختر خوب. دایناسور هم همین کارو کردن، منقرض شدن. چرا میخوایم به انقراض نسل انسان کمک کنید؟ صدای بدی داد، من معذرت خواهم ازتون الان فکر میکنم. خب نکنید بچه‌ها، نکنید. اینم خروس هست گفتم شعبالی میپوشه، فکر نکنید الکی بود. تا آموزش بعدی.